خب بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو جدید ما. آنباکس 5 تا کیندی. میگن بنفشاش خیلی خفنه، پس بنفشا رو میذاریم واسه آخر و کارتا که ازش آشغال در بردم و اول باز میکنیم. آبیا همیشه آشغال در بردم از تو. بریم باز کنیمش. اوه لیورپول. آخ اول بذارید. بچه ها یه چیز خیلی خفن در بردیم. این که نیست، اینو اوورال 88 کارت راهنمای بازی برچسبش. فعلا آشغالشو بندازم اونور. برچسب دوباره با این برچسبا رو میمیرن نذارن و بهترینش گفتم از آبیا بد در میارم، ولی بهترین کارت امضا رو در آوردیم، امباپه. اینو میذاریم توی مجموعه خوبا کارت های خفن. و دومی میخوام کلا چون از سبز دوتا داریم میریم سبز رو باکنیم. آی بچه اولین کارتش بده، شاید مثل بار قبلی آخرین کارتش خفن باشه. پلاستیکش بندازیم دور. اوورال 89 بچه اسمشون لیاو فکر کنم لیاوه. اوورال 89 میذارم بخش کارت های آشغال. این برچسبه، بازم برچسب، راهنمای بازی و کارت کاکا اوورال 98 بازم همون تیم. میذاریم توی کارت های خوبمون که امباپه رو از توش در بردیم و میریم سراغ سبز دوباره. اوه ببین مسی باش جان مادرت، مسی باشه آجیق میزنم. میدونم این کارت خوب اولی خیلی خفنه، پس میریم کارت های آخری رو با میکنیم. بچه چه اسم عجیبی داره، من نمیتونم اینو بخونم. هاملز فکر کنم. میدونیم تو بخش کارت های آشغالمون دوتا برچسب، فکر کنم کارت اینو در آوردیم. راهنمای بازی، برچسب و ژاوی اوورال 96 پشمام. اینا میذاریم توی کارت های خفنمون. میریم سراغ نارنجی. میگم بنفشه چیز خفنش میشه، بنفشه رو گذاشتیم واسه آخر. بذار آها کارت آخرش فکر کنم یه خورده کارت خفن باشه. بچه‌ها یه خورده بده دوربینمون جاش، ببخشید. رینگ لایت هم خراب شده، درستش کردم، با رینگ لایت ویدیو میذارم. این دو دیگه واقعا اسمشو نمیدونم، فقط میدونم اوورال 84. راهنمای بازی، برچسبش، باز هم برچسب و باز هم برچسب. این برچسب‌ها رو اسمشون رو لازم نیست بخونم حالا. و کارت روس فکر کنم روس اوورال 93 همه چیزش هم 93. بریم کارت آخر رو وا کنیم که میگن تو بنفشا خیلی چیزا خفنی هست. یورو در آوردم. راست میگم بچه‌ها، راست میگم. این کارت چرا گذاشتم تو کارت های چرت و پرت؟ این میره تو کارت های خفن. اولین کارتشو بهتون نشون میدم که آشغالشه، کارت آشغالیه. پوگبا یا پوجبا نمیدونم. اوورال 90 وای 79. اینا برچسبا رو گریزمن، چیزایی که میشناسم برچسبا رو بهتون میگم، ولی برچسبایی که نمیشناسم و ازم نخواهید که
اینجا هم زده یورو و اینا، جایزه 100 میلیونی داره. اینم برچسبش، اینم همون و کارت یورو بلینگ، بازیکن معروفیه، اسمشو یادم رفته. فعلا تا ویدیو دیگه، خدا حافظ. بذارید